درود بر شما پلیر از خوش اومدین نمیدونم خب اصلا امروز برنامه بهتون بکنم چجوری بدوارز بازی کنید. آقا بدوارز من این بدوارزی که میبینه اصلا DLC اصلا خیلی چیزا رو نداره ببخشید، ولی خب DLC حالا اگه خواستید تو تلگرام میذارم میتونید برید با دوستاتون دست جمعی بازی کنید بدون اینکه یه کسی که نمی‌خواستید. این DLC با یک کمی با سرورها فرق داره، ولی خب حالا هر جایی که مثلا سرور و DLC با هم فرق داشتم بهتون میگم که قضیه چیه که بدونید. خب آقا بلباز یعنی جنگ تخت که مهمترین چیز توشم تخته. خب به هر حال بدون معطلی بریم که داشته باشیم بهتون آموزش بدم. قبل اینکه پیشو بهتون گفتم که مهمترین چیز توی بدوارز چیه؟ بده. و برای اینکه بده اونم پوشش بدیم باید آیرون و گل داشته باشیم که توی این دیلتی ماگماکینیمه ترکیبی از گلد و آیرونه. من توی این دیلتی نفهمیدم منو، ولی خب حالا برش کنیم. بله آیرون گل داشته باشیم که دو نوع دفاع از بدن داریم. ما باید بدمون دفاع کنیم تا انمیا نیان بزننش. دو نوع دفاع بدمون داریم که نوع اولش این مدلیست. نوع اول این مدلیه. این نوع واسه قراست که یه دفعه میره همه رنده میکنن. نوع دوم هم رویه اون چیزی که داریم و یه کاور میزنیم. این مدلی تا اینجا هم که یادم نره این یکم چی میگم ببخشید دوستان بزرگی خودم. من تو بدوارز پرو هم همچین نیستم، فقط منم یاد دارم چون خیلی بدوارز تفهی میرم. البته پیشرفت خوبی نداشتم با این بدوارز. آقا بدوارز بجز آیرون و گلد امرالد و دایمند هم داره و با امرالد و دایمند آیتمان خیلی بهتر میتونید بگیرید. با دایمند آیتمان خیلی بهتری از امرالد میتونید بگیرید و با امرالد آیتمان بهتری از گلد و با گلد به آیتمان بهتری از آیرون میتونید بگیرید. ولی خب به هر حال به هر چهارتاشون ما نیاز داریم. خب آقا ما برای اینکه الان مثلا من بدم پوشش داریم باید دیگه نمیتونیم که ما یه سر اینجا بمونیم، باید بریم بده بقیه رو بزنیم تا بازی حالا چه باختیم چه بردیم به هر حال تموم بشه. پس بریج نیاز داریم. 3 نوع بریج داریم که بهترین نوعش واسه بدراک پلیرها اینیه که الان بهتون میگم. این بریج این مدلیه، به این صورت نگاه کنید. این مدل حالا سریعترش رو این مدلی میشه. این مدلی بریج میشه. بخشید من یه مشکلی دارم که شما ویدیو رو استوب کردم. آره سریعش هم این مدلی میشه که دیگه وای پرو باشید میتونید این دکمه سرعت هم بزنید و اصلا بریج خدا بود. آقا ما به اینجا رسیدیم، الان چیکار کنیم؟ الان ما میایم امرالد میگیم و یا مثلا امرالد نمیخواد میریم به بده بقیه حمله میکنیم، بده زرد، بده آبی، بده سبز، این بده بقیه رو میزنیم. بدوارز اینه که بده هم دیگر رو بزنیم دیگه، وگرنه که بازی تمام نمیشه. البته معمولا اینجا خیلی شلوغه، اگه تو سرور پلی بدید اینجا خیلی شلوغه و اصلا میرید یه دفعه میرید یکی از بک میزنه یکی از جلو میزنه همینطوری میزنه. حالا من بریجا رو نگفتم آقا، این بریج واسه بدراک پلیاست که دیگه نمیخواد مثل بریجای جاوا بزنید و حالا بریم بریج واسه جاوا بگیم که 100% همه بلدن. یه بریج نوبی داریم یه گاد بریج داریم که من گاد بریج اصلا بلد نیستم چون تا حالا بدوارز پلی ندادم. میگم بدوارز جاوا پلی ندادم. بریج نوبیش که این مدلیه که یه سری بدراک پلیرام که نمیدونم همچین بریج اومده این مدلی بریج میزنم. این بریج نوبیشه. گاد بریج هم ما مثلا الان اینجا میرسیم، اینجا شیفت گرفتیم میرسیم بلند میشیم اینجا میریم دوباره میشیم. خیلی سخته واسه بدراک.
مثل اینکه ما دیگه کیبورد زیر دستمون نیست. با موس و یا اول فصل مردم. این مدلیه و ما دو نوع جامپ هم داریم، TNT جامپ و فایربال جامپ. من زیاد بلد نیستم حالا چون این DLC هم یکم فرق داره و اصلا نمیشه بزنیم تو این DLC فایربال جامپ. حالا من سعیام میکنم بزنیم فایربال جامپ. این مدلی هست الان ما میایم اینجا میپریم زیر پامون فایربال میزنیم. نگاه کنید الان من میزنم فایربال اصلا فایده ای نداره. بله فایربال جامپ این مدلیه. و یه TNT جامپ هم داریم که من برم امرالد بگیرم بیام بهتون بگم TNT جامپ چیه. 2000 years later. آقا من رفتم امرالد گرفتم برگشتم. TNT جامپ هم این مدلیه. الان اصلا TNT های اینجا با سرور فرق داره. بله ما الان مثلا میایم TNT رو میکنیم. حالا توی این DLC TNT 6 ثانیه طول میکشه تا بهتر کنیم، ولی توی سرورها 3 ثانیه طول میکشه. الان من این TNT گذاشتم وای میسم تا چیز شه خدای نمیشه توی این DLC، ولی خب مثلا تو سرور 6 ثانیه ما وای میسیم بعدش میریم میپریم تو هوا. TNT هم میتر که ما رو پرتاب میکنه میریم به اون جزیره. حالا من اگه بتونم یه بار دیگه میزنم. DLC اصلا هایده البته DLC هم که فکر کنم گفتم تو تلگرام براتون میذارم. 1 2 3 4 5 6 اینا نگاه کنید میپرید جلو. حالا من یکم از TNT فاصله گرفتم درست پرتابم نکرد، ولی اگه همزمان باش بپرید دقیقا پرتاب میشید. خب آقا من الان مثلا TNT جامپ و اینا هم بلدم. الان دیگه وقتش مثلا ما بریج هم که بهتون یاد دادم دیگه وقتشو بریم به بدای بقیه هم بکنیم. مثلا میریم امرالد و دایموند و اینا میگیریم. امرالد و دایموند که مثلا وسایل بهتری بگیریم یکم که خودمون قوی شدیم. البته تو سرور ما یارم داریم. من واقعا نوبم ببخشید. ما تو سرور یارم داریم هم میتونیم چند نفره اتک بدیم و دهن انمیمون رو سرویس کنیم. و حالا گفتم که این حرف تکراری میشه اینا رو هم زدیم و مثلا من برم من دیگه این دایمند گرفتن پروسش رو نشون شما نمیدم. من برم دایمند بگیرم بیام. الان میام 2000 years later. رفتم دایموندم گرفتم. نگاه کن دایموندم گرفتم بسرش. وای خدا نوشته بلیش پادر. دایموند گرفتم ولی خب توی این DLC دایموند زیاد به کار ما نمیاد، ولی خب توی چیز مثلا دایموند خیلی به کار ما میاد. سرور ما باش میتونیم زره و یه عالمه چیز و میزه دیگه بگیریم. من حالا همطوری رفتم دایموند گرفتم. مثلا دایموند که بیش خودی نرفته باشم یه بسته اینا خب آقا الان من دایموندم گرفتم مثلا دیگه همه چی دارم خیلی پاکنم. الان دیگه وقتشه به بقیه بدم حمله کنم. میریم که حمله کنم. البته چیزی زیاد داره هرچند که اونا خودشون بلاک گذاشتن، ولی خب من چون تنها پلی میدم الان تنها پلی میدم و یکم زیاد بلاک برمیدارم. و آقا بذارید تا طریقه بیت زدنم بهتون بگم. ما میتونیم یه کاری کنیم. بذارید من برم. خب الان من میام اینجا امرالد میگیرم. خب میام امرالد میگیرم میرم TNT میگیرم. من برم TNT بگیرم. خب الان ما آمده این سلام منم TNT هم گرفت. خب TNT حالا یه دونه دو تا اندازه این که بدونید بزنید میگیرید.
فایربال هم میخواید میتونید بگید. میریم به سراغ مثلا نه الان میرم سراغ بده زرد نه سبز میریم سراغ بده رنگ سبز. میریم حالا مثلا اون خودش بیریت زده ولی خب من چون خودم الان دارم تنها پلی میدم متاسفانه کسی نیست مثلا بیریت زده باشه ما آماده بریم سر چیز و خودم الان باید این ساعت بیریج بزنم. البته کاری نداره الان مثلا من رسیدم خب بعد مثلا اینجا انمیاست. حالا من دیگه بیشتر بیریج نمیزنم. اینجا انمیاست ما یکم میریم بالا مثلا اعضای گروه سبز ما یکم میریم بالا بعد دوباره میریم پیش بدشون. حالا اونا مثلا بدشون هم کاور کردن. خب یه لحظه ویدیو رو استاپ کنم. خب آقا بده زرد کنکله چون من اومدم بده سبز کنکله چون من اومدم چیز کنم بدش کاور بدم یه دفعه حواسم نبود بدش رو زدم. الان ما مثلا حمله کردیم بر این انمیان که مثلا ما میتونیم با این فایربالامون انمیا رو بزنیم مدلی انمیا رو بزنیم مثلا میگیم مزاحم نشه. بعد حالا ما میریم دقیقا بالای این دوتا چیزه نگاه کنید یکی از این دوتا اسمشون چیه این پشما فکر نمی‌کنم دقیق بالاش باشه نمیدونم. حالا بعد ما میایم اینجا TNT اونو میذاریم اون میفته روی این پشما خدایا میبینید بدش زده شد و این مدلی بده زرد و ما زدیم به همین سادگی. حالا مثلا دیگه پرو هم باشید میرید خودش میزنه بشید نه کارا نیست. من برم برگرد من با دست پر برگشتم رفتم یه سری به آبی هم زد. خب الان که ما دیگه این کار رو کردیم میتونیم بریم بده بقیه دوستامونم بزنیم و به این صورت برنده این گیم شیم. دقت کنید بدوارز این DLC خیلی چیزاش با بدوارز سرورها فرق داره. اینا تقدیم به شما بدوارز سرورها واقعا خیلی چیزاش فرق داره ولی خب حالا این DLC واسه این که مثلا 2 نفر فقط با دوستتون پلی بدید و همتون با هم پلی بدید و اینا خوبه. خب دیگه من ویدیو رو بیشتر طولانی نکنم. خب آقا ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. ممنون میشم چنل منو ساب کنید ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت ساده هم بذارید. راستی یادتون نره که زنگوله بغل سابسکرایب رو فعال کنید. دوستان تا درود دیگر بدرود.